سلام و یاد خدا، سلام و درود به همه دوستان عزیزم که مطالب آموزشی من مهشید فرزاد نژاد رو در شبکه‌های اجتماعی پیگیری و دنبال میکنن. قصد دارم در مورد این صحبت کنم که ما به همان چیزی تبدیل میشویم که به آن فکر میکنیم. دوست عزیز، تفکر بالاترین توانمندی انسانه و وقتی میپذیریم پایه و اساس جهان هستی بر مبنای ارتعاشه، پس بنابراین تمامی ارتعاشاتی که حاصل از فعالیت‌های فکری ماست میشه اساره زندگی ما. یعنی آنچه در زندگی ما رخ میده و چرخه اتفاقات رو در زندگی ما رقم میزند حاصل افکار و اندیشه های ماست. پس فکر و ذهنت رو بیا متمرکز کن روی اهدافت، خواستهات، آرزوهات، روی چیزهایی مثل زیبایی، صداقت، رشد و پیشرفت، پول، ثروت یا هر چیزی مد نظر خودته. و تو هم باهاش نکته بسیار مهم اینه که باید اقدام کنی و عمل کنی. آنچه که در درون تو نهادی نمیشه در بیرون به واقعیت میپیونده. پس بنابراین ایده های ما، اصول زندگی ما، خواسته های غالب ما مقصد نهایی ما رو تعیین میکنن. پس بیا یه نظام فکری روشن و دقیق برای خودت انتخاب کن، چون تفکر عمیق و باطنی ورای فکر ظاهریه و باعث میشه اون قدرت‌های فوق‌العاده‌ای که در وجود ما هست آشکار بشه و در نتیجه درکمون از زندگی بهتر میشه، بالاتر میره و باعث رشد و توسعه زندگی در تمامی ابعاد و جنبه ها میشه. فرض کن محیط زندگی مثل یک ویترینیه که این ویترین چی رو نشون میده؟ میشه حاصل افکاری که در عمق وجود ما ثبت و ضبط شدن. رشد و پیشرفت هر انسانی، اعمال و رفتاری که ازش سر میزنه تا حد بسیار زیادی توسط این حالتهای قالب ذهنی تعیین میشن. برنده جایزه پولیتزر آرچیبالد مکلیش در نمایشنامه راز آزادی میگه تنها چیزی که در یک انسان برای انسان بودن اهمیت دارد تفکر اوست. پس تحت تسلط فکر نباشید. ذهنتون رو متمرکز کنید روی موضوعاتی که برای رفاه و راحتیتون ضروریه. براتون از خداوند منان آرامش، سلامتی، شادی و بهترین هایی رو که مد نظرتون هست طلب میکنم.